دوستان خیلی مخلصیم، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید دیگه از چنل یوتیوب من. موضوع این ویدیو اینه که میخوایم یه ستاپ گیمینگ جمع بکنیم با 70 تومن، یعنی هم یه سیستم گیمینگ خفن توشه، هم یه مانیتور گیمینگ خفن، هم یه موس و کیبورد گیمینگ و هدفون گیمینگ خفن. اگه علاقه به این موضوع دارین و اینکه دوست دارین که همچین ستاپی رو ببینین، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بیایم با هم دیگه بریم دونه دونه قطعاتشو بررسی بکنیم. مانیتور گیمینگ دوها 24 اینچه 165 هرتز 1 میلی ثانیه که باز شدهش هم میشه اینجا بچه ها. این مانیتور قیمتش 7600 یه مانیتور گیمینگ بی‌نظیر و اینم نوای پشتشه. این مانیتور انتخاب شده. کیس گیمینگمون بالاه، می‌بینیم دونه دونه قطعاتشو با هم دیگه می‌بینیم. فعلا بریم موس و کیبوردشو با هم ببینیم. کیبوردمون میشه کیبورد جنیوس که کاملا RGB، یک کیبورد نیمه مکانیکاله، تو رنج قیمتی 750,000 تومان. و موس گیمینگ هم که مد نظرمونه میشه موس گیمینگ جنیوس. این سریش یه موس گیمینگ 600,000 تومانی که فوق العاده است تو رنج خودش و کارمون رو جواب میده. هدفون گیمینگمون هم میشه هدفون گیمینگ رپو VH520C که این تو رنج قیمتی 1 میلیونه. ولی اصل ماجرا میره تو اتاق سایت یا همون اتاق اسمبلمون که الان میریم کیس گیمینگ اونم ببینیم قطعاتش چی هست. اصل ماجرا توی این اتاق سایته که کیس گیمینگ 60 میلیونیمون دقیقاً اینجاست. این نیستش، این خوشگل است که قطعاتش هم الان با هم دیگه بررسی میکنیم. بچه‌ها لطف کردن کار اسمبلش رو رسیدن. قطعاتش میشه i5 13400F که CPU این سیستم گیمینگ خفنه. رم 16 گیگ کورسیر آرس، 1 ترابایت SSD M2 لجند ای دیتا رو داره. مین بوردش H310 MA وای فای دی4، یه مین بورد اقتصادیه. این دوستمون دیگه میخواست برسونه تا سقف 60 تومن. ما نتونستیم از این مادربرد بهتر رو لحاظ بکنیم چون یکم بودجه اختلاف داشت و اینکه خب مجبور بودیم H310 رو انتخاب بکنیم که این مین بورد خوبه ولی خب عملا نمیخونه با این کانفیگمون. RTX 4060 Ti گیگابایت کارت گرافشه که یه گرافیک قوله. فن سی پی یوشه فن سی پی RGB اقتصادی خوب و پاورش هم پاور 650 قدرتمند FSP سری پلاتینیومه، از گلدش هم حتی بالاتر. این سیستم جمع کلش شده 62 میلیون و اینکه همینجوری که میبینین به این صورت اسمبل شده و این دوستمون راحت با این سیستم میتونه حداقل روی هر بازی 100 تا 120 FPS رو داشته باشه. حالا گرافیکش رو ببره بالا پایین، بالاتر و کمتر. FPSش رو توی بازی ها براتون انتهای ویدیو میذارم و اینکه به این صورت سیستمی که جمع کردیم برای دوستمون همینطوری که ما مشخصاتش رو با هم دیگه بررسی کردیم. دوستمون بیشتر میخواست توی جنبه گیم فعالیت بکنه و این سیستم بیشتر برای گیم میخواست. حالا ما اومدیم سی پی یوش رو i5 13400F کردیم. یه مقداری سی پی یوش برای همچین استفاده زیادیه. ما میتونیم همین سیستم رو، یعنی همین گرافیک، همین رم، همین چیزا رو بیایم با بودجه کمتری هم داشته باشیم که مثلا سی پی یومون بشه i5 12400 که یه چیزی اولش 4 میلیون کمتر باید هزینه بکنیم و 4 میلیون بودجهمون کمتر میشه. یا حتی ما میتونیم بیایم سی پی یو رو بکنیم i3 1200 که اونجوری دور و بر 5 6 تومن کمتر میشه و اینطوری و میتونیم پاورمون هم بکنیم 550 وات یا 600 وات که یه مقداری هزینه‌مون سر پاور هم کمتر میشه و بودجه‌مون با 55 تومن جمع میشه. یعنی ما میتونیم 7 تومن 5 تومن کمتر هزینه کنیم برای بازی کردن. ولی این دوستمون علاوه بر این که میتونه با این سیستم گیم‌ها رو به بهترین شکل انجام بده، میتونه کارهای تدوین و رندر و
کار با هوش مصنوعی رو به بهترین شکل هم انجام بده، چون سی پی یو خیلی قدرتمند و خفنه. و چیزی که این سیستم رو تونسته خیلی جذابش بکنه کارت گرافیکشه. 4060 تی گیگابایت سری 8 گیگ صفنش که این زیبایی خیلی خاصی رو داده به سیستممون که این سیستم رو یه سیستم ابرقدرت 60 میلیونی کرده. من هنوز خودم باورم نمیشه که چه جوری این سیستم با این کانفیگ تونسته با 60 میلیون جمع بشه. یه چیز باحالی که هستش اینه که قاب کیسمون 2300 ولی آپشن هایی که داره تو رنج‌های قیمتی 3.5 که مهمترین آپشنش اینه که این به صورت پنجره باز میشه و خیلی آپشن جذاب و باحالیه. و سیستممون یه همچین امکانی داره که ما الان فنایی که روش گذاشتیم فیکس RGB هن، ولی ما میتونیم ARGB جن 2 هم روش کار بکنیم که بتونیم هر نوع RGB هر رنگی که دوست داشته باشیم و به این فنها به رممون اضافه بکنیم و اون چیزی که میخوایم، اون رنگی که میخوایم رو داشته باشه سیستم. و توی این بودجه شما میتونید بهترین سیستمی که بگیرین این کانفیگ باشه. حالا شما اگر بخواید مین بوردش رو بیارین سری B شاید بشه 65 66، ولی اگر بخواید توی همین بودجه در نظر داشته باشین همین کانفیگ رو من خدمت پیشنهاد میدم. و اینکه تک تک قطعاتی که داخل این سیستم به کار رفته رو داخل کپشن براتون می‌نویسم و اینکه در موردش یه تحقیق میتونین بکنین در مورد کانفیگی که بسته شده. و اگر علاقه به این موضوعات دارین، حالا سیستم گیمینگ که یه صحبت توی هر موضوع تکنولوژی، اگر علاقه دارین میتونین برام کامنت بکنین که در موردش یه بررسی بگیریم. اگر دوست دارین از این بیشتر رو خدمتتون ویدیو بسازیم میتونین بهم بگین. از این کمتر توی بودجه کمتر سیستم گیمینگ هم میتونین بهم بگین و در موردش ویدیو بسازیم. FPS گیماشو در انتهای ویدیو براتون میذارم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی مخلصیم.